من نمیدونم کی از کجا این اصطلاح آورده که پسرها موجودات بی احساس و بی عاطفه و خنگ و پشور و سردی هستن، در حالی که این یک دروغ محضه. آقا پسرها، منم پسرم از جمع شما، منتها خب پیر پسرم، چون بخت منو بستن، من دانشجو بودم بخت منو بستن، الان خیلی از رفیقام دارن دختر پسراشون هر روز سوماد میکنن. داشتم خدمتتون عرض میکردم که کی این اصطلاح آورده که پسرها موجودات بی عاطفه، بی احساس و خنگ و پچول و بی دست و پا هستن. اتفاقا وسعت عشق پسرها به وسعت کهکشان هاست. چرا؟ پسرها آماده باشید برای حرفی که میزنم، از خودتون دفاع کنید. چرا که پسرها وقتی عاشق یک دختری میشن، عاشق دوستای اون دخترم میشن. این گستردگی عشق نیست؟ پسرها به افتخار خودشون که اینقدر عشقشون گسترده است. به دست پسرونه محکم. آقا یه لحظه اجازه